занг назадем дӯстони азиз. Акаи Дусмурод, дар як ҷо фаҳмидаем ки Гулдона оиладор шудааст ва ҳамин гуна овозаам буд ки шумо шавҳари пинҳонӣ ӯ бошед. 1 2 3 من طول 4-5 سال مهنت کردم در طرف گیپرزیم خونه کردم خونه ما به هیچ هم قاعده هستم گرفتن لحظه تخترینی ما همون که بود که مرا 3-4 سال عقیب زد گابانی خون باک باینش خورده میشه جوش نه 100% میشوه چخل آدم دور بگریزیم آیا کس ما دور میگریزیم عین حال از کی عین بابای قان با فکر ما که وای نمیشه مرد که گپ نمیشه نه می بخشید ولی من شوهر کن نیستم نه کیا خاطر کی گپ زدی من اینجا تلفنم یا نمیدونم کی باشه خیلی سکرت نی زنگ زده نمیدونم با اول گفتم بیا آش کنم آش میکنم گفتم تو گفتی خیلی کام میفهمم خوش همش شما چیکار داشتی آش زنی فلان چرا کلینی فلان چرا قپیدن و باز یک زنی که شواردو رو قپیدن در کامنتر می نویسن که اتخذ دادم تری اون من نیستم خیلی اینو بسیار جدا من خمم خای همین رول تون سر کردگی تخبیرون تمام میشه کردگی این بسیار توای برای همین آشمون نغز اومدن یک دو تا اول حکومم یکم برای آش پخته است کی همین سحر یالما گفته سر میترسم یالما نکنه اینا گیرین اینا کنه اوبو کافگیر بیار کاف برنامه شبنم صبریده ما بدم منصور نعمت فوقت کرده بود بزیش نیستن که من راست گپ میگم دلتون سلاویا یکا اگر شما میخواهید چنین برنامه‌های جالبی ما را زود از کانال توچکان گروپ تماشا کنید پس با سلکه زیر ویدیو بوده داخل میشوید کارت تینکوف بلک رو با دیزاین میخواستگیتون در وقت مناسب درخواست کنید و کارت در سرتاسر فدراسیون رسه به شما رایگان برده رسانیده میشود کارت مذکور یک چند برتری‌های خود رو دارد طریق برنامه با رقم تلفن شما میتوانید به کمیسیه با تاجیکستان ازبکستان و قرقیزستان مبلغ روان کنید و همزمان با فرستنده میبینید که با پول ملی چقدر مبلغ گذشته است شما میتوانید برنامه بانک رو با زبان‌های روسی تاجیکی ازبکی قرقیزی استفاده برید اگر شما زبان روسی رو نمیدونید پس حتما با رقم‌های در اکران بوده در تماس میشوید با زبان خودتون و شما مشورت میکنند ما برنامه‌های خود رو با درخواست شما تهیه میکنیم و اگر شما میخواهید چنین برنامه‌های جالبی ما رو و درخواست‌های خود رو تماشا کنید پس حتما با سلکه زیر ویدیو بوده داخل میشویم کارت تینکوف بلک رو با دیزاین میخواستگیتون در وقت میخواستگی خودتون درخواست کنید و در سرتاسر شهرهای فدراسیون رسه کارت به شما رایگان برده رسانیده میشود تینکوف بلک زندگی آسایشته شما سلام دوستان عزیز بعد از چند روز استراحت یک مهمانی برنامه نوبتی رو با درخواست شما انتخاب کردیم و این لحظه برنامه نوبتی در مهمانی است از کانال توچکان گروپ پیشنهاد شما دوستان عزیز ما البته کامنتاری های شما رو میخونیم با درخواست زیادی تماشابینان همین برنامه درخواست کردند که شما راه بگیرید سوی خانه دوستمراد شریپوف با تخلص دانشجویان که البته چگونه که میدونیم حاجی دوستمراد چند مرتبه سفر حج کردند و آخرین مرتبه البته با اهل خانواده با سفر حج رفتند و این لحظه ما میخواهیم مهمان خاندان دوستمراد شریپوف شویم و این زمان تماس میگیریم اگر برداشتن بسیار نقص ما حالا نمیدونیم که دوستمراد در دوشنبه است یا اینکه در قول سنگتوده و حالا اگر با تلفن ما جواب ندهند ما توکل راه پیش میگیریم سوی سنگتوده زنگ رفته استوده است من فاطمه دوزنده متاسفانه جواب ندادن تا رسیدن به سنگتوده تقریبا 3 ساعت راه است و البته ما کوشش میکنیم راه به راه جایهای زیبا رو به شما کم کم طریق نوار نشان بدهیم و هر نفری که میخواد اولین شده همین برنامه هایی که ما تهیه میکنیم ببیند با اینستاگرام زیر ویدیو بوده ابونه شوید و البته وقتی که برنامه در کانال گذاشته میشه شما در حال واقف میشوید و میتوانید در کوتاه‌ترین فرصت تماشا کنید ما میرویم
دوستان عزیز، این زمان ما در سنگتوده 2 قرار داریم و همین خانه دوست مراد شریفوف بود است. این هم بچه ما با نقلات ما آمدیم البته و حالی میبینیم که کی ما رو پشواز میگیرد. به آگاهی است، زنگ نزدیم دوستان عزیز. اکای دوست مراد، اکای دوست، سلام علیکم. خوبه تینجین اکا سلامتی خوبان، کارتون خوبان، رحمت شل داری، کارتون خوب؟ الحمدلله شما خوب هستید؟ سلام علیکم. دوست جگه اولی خونه فاطمه رو گفتیم نیافتیم، فاطمه دوزنده. شما کارتون خوبان؟ نجی تقدرتون نگم هستیم فهمن چی بلو؟ ما برای همون زنگ نزدیم، گفتیم که کنی بکنیم کی پیشواز میگیره خشون هستن نیستن. این بود هوای اینجا خیلی خیلی همه جایی ده که تولد شده باشه اونجا در دل دارام میگیره. زودگاه برام کم کم بیایم پیش. پدر مادر همه همینجا. شکر خدا الحمدلله. بهترین سلامت باشه. خیلی یک بار دیگه شما با اینا همروی اهل خانواده رفتین به حج بینه. یک بار دیگه مبارک باشه حاجی. هزار رحمت شما را خداوند نصیب بگردونه. سلامت باشه. سلامت باشه. من فکر میکنم که برنامه ما را شما دیدین نه؟ برنامه در مهمانی را شما یکم ما دیدین. کی را دیدین گفتین؟ در مهمانی را کی را؟ شبنمی صبحی را. شبنمی صبحی را دیدم با کی را؟ عبدالرزاق دیدم. گفت در لیفت رونالدو مخلص ما بوده. انا کنن در همین نشر شما مهمونی ما هست. ما مهمونی شما هستیم. ما مهمونی شما هستیم. در همین آفتابی گرمی کوشش میکنیم که یک برنامه بهترین برای شما آماده کنیم و دوستان عزیز این خونه که شما میبینید خونه دوست مراد شریفوف ما این زمان مهمان خاندان ایشون هستیم. یعنی اینا میزبان هستن ما مهمان چون همیشه همون شرط ها شروع میکنیم از شرط اول برنامه. رفتیم دوستان ما در شرط اول هستیم و بار دیگر یادداشت میشیم که مهمونی برنامه نوبتی ما دوست مراد شریفوف با تخلص دون جوان و این علاقه کار سر کردن یک از سبب اون که دوستان عزیز ما آش آماده میکنیم. ما آش آماده میکنیم. بله آش. نه محصولات. بیاید اول یک بار میگیم که چی در کار است. برای آش دوستان عزیز سبزی، خب پیاز، سیر پیاز، پامیدور، از همه چیزی مهم ویتامین گوشت نخودی در آب تر کرده شده خب زیره با فکرم که بعضی محصولات دیگر است همین از با فکرم روغن و خلاصه هست. شما میدونید نمک آب و دوستان عزیز عصبی اون که اوش وقتی آماده کردنش وقتی زیاد رو میگیره ما پیشکی کمتر سبزی رو تیار کردیم و حالی برای اثباتی که واقعا هم دوست مراد میتوانند مرحمت ادامه میدیم و در رفتی کار صحبت میکنیم با دوست مراد. این تیار کردن اوش شما از کجا یاد گرفتین؟ دوره دانشجویی. دوره دانشجویی. بله. در خدمت مادر وطن وقتی که برای سربازا روزای شنبه یک شنبه میشید آش میکردیم. بعد یک جای همه سربازا هم که سبزی ریزه میکردیم. اونجا در نریاد میبرومدیم. بعد همه کسا سربازا 7-8 نفره که نریاد میبرویم در خدمت مادر وطن. بعد آره هم سبزی ریزه میکردیم هم آش میکردیم و هم در خدمت مادر وطن دوره دانشجویی یاد گرفته. در خدمت هم صحنه نشان میدادین صحنه شما بازی میکردین؟ البته ما سرودی سرباز میگن ما همه وقت همون کلوبی که در همون چستی ما بود چستی 1456 در همون بین چستی ما کلوب در اختیاری ما بود. ما همه وقت کسب خودم قطعی بدم همه وقت. شما چند بار یکم جور هم گرفتیم در بین همه سربازای همه ولایت سوخت در بین قسم‌های حربی. بله. کدام سال خدمت کردین؟ سال 2008 رفتیم 2010 اومدیم. نیا کنید شما سال 2001 گروه عرب شروع تاسیس دادید نه؟ بله. یعنی ببینید که در اوجی همو مشهور شدن و مخلص پیدا کردن یک بار به خدمت حربی رفتن مثلا چی قبول کردین چی تاثیر گذاشت؟ برادر عزیز ما هنرمندا یک آدمایی هستیم که احساساتی ام ده. یک کس که یک گپ بگه در رو خفه میشیم و مثل کودکیم. این همه استادامون میگفتن مقصد که در کجای من ششتم مرا گفتن که شما هنرمندا صنعتکارا دستان چیکار مییا فقط هم گپ میزنید میخندید تمام رنگ ما رفته برین وطن مادر نگاه کنین. ما گفتیم که همین کسب ما خدمت خلق داریم ما مخی هم چرا پرکاگ ریزه میکنید دیدی ما هم گفتیم خدمت خلق داریم میگن نه خدمت شما
مقصد خدمت میرین ما میرین میخرین ده جمله گپ میزنین نه میکروفون در دست خودش بتمره در راست لرزش میگیره نه که من کم که احساساتی که هستم گفتم من میرم خدمت میکنم نباشه مرا بچهای امکیم شکر خدا گنرال شدن شکر خدا تا به حال ما چند بچه امکی دارم همش بگیم وینیان حربی شما چه حربی داشتین بعد از خدمت شخصی من راستی گپ خیلی که همین کس مون که همین که بود دیگه کس مونده وفادار گفتم کس مونه انتخاب کردیم اونا ایدین خفن کس مون تو با حال راهبری گروه عرب شو وقتی که شما تشکیل کرده سعدی بوده سعدی اسماعیلوف حالا هم رئیس میگم رئیس برای شما مخصوص سعدی رو انتخاب کردید نه شما نشدید کامل نشد وای راستی گپ با سین سال همون کارونه خب بعد وای هم وقتی که ما دانشجو شدیم وای الکی دویم کورس بود با همراه فخرالدین بگایوف وای کورس دویم بودن ما که رفتیم وای همچو برنده بودن ما همچو هنرمند بازی میکردیم بعد وای شد چی میگن همه خیلی شد که ما دانشگاه خمون برآمد کرده دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان برآمد کرده دیگر دانشگاه رفتیم با خوشدلان و اندله با هم چیزا برآمد میکردیم بعد یک جای شدیم بعد شدیم گروه عرب شو بعد شد گروه عرب شو با خمون نام موندیم همردیف غریب شو گروه عرب شو شدیم بسیاری با تختچه‌های معده مثلا سبزی معده میکنن شما برای چقدر تخته کلان انتخاب کردید تخته هم برای این خیلی چی میگن آش بریده هم برای آش بریده هم برای اینکه در توی معرکه‌ها بسیار خیلی تخت‌ها استفاده میبرن بچه‌ها بسیار شدن ما در کودکیمون در تعلیم مکتب بودیم در نوناس که یک همسایه‌مون توی میکرد هم تختچه‌ها رو درازک مونده سبزی ریزه میکردن در تویو در یادم هست یا اون کس اگر در کامنتر سوال کنه که دوستان برای چی تختچی کلان گرفتین شما این برای آش نیست این برای آش بریده است چی میگین شما نه هم تخته همش تخته دیگه اون چی میگن ایش وای نیست خیلی گپ نیست تخته همش تخته ایده قایترما از کجا به فکر شما اومد ایده قایترما این راستی که فخرالدین بگایف چی کرده قایترما رو وای کرده فخرالدین بگایف همون وای سروچ میخوند دخترا خوش رو کنین عطر زنه بکنین در خونه که زیغ میشین خیزم برین شو کنین خیلی گفته فخرالدین وای میکرد من همون یک در دویم سریش من ملاشو بازی کردیم و ایده فخرالدین در خاطر تونستم اون صحنه بازی کرده میتونی بازی همون خیلی صحنه‌مون همش در خاطر من چی بود همون نقشی خطا نکنم اگر مولا را بازی کرده بودن بله اون منیجه گروه عرب شومون می اون منیجه اولانگی مون بود ما هم 80 تا منیجه علیش کردیم روستیگا همش منیجه با همش منیجه نام دوران ببینید اخیرون دم یاد اختراع و ختیمونه اون منیجه نام دوران خب این بهترین سازیمون تمام شد دوستان عزیز ما سازی رو ریزه کردیم و این لحظه همه محصولاتایی که آماده کردیم میگیریم میرویم سر دیگ ادامه خوراکمون در سر دیگ آماده میکنیم رفتیم بسیار از تماشابینان ما از ما سوال کردن که ما چگونه چیپته‌های ارزان و باوریناک را درخواست نماییم ما با شما شرکت مو تریول رو پیشنهاد می‌نماییم که با شما چیپته‌های ارزان و باوریناک را پیشنهاد میکند اگر از نام کانال توجکان گروپ سلام رسانید با شما حتما تخفیف پیشنهاد می شود همزمان از خانه نبارآمده شما می توانید چیپته‌های خود را درخواست کنید سراغ شهر مسکو بازار فود سیتی درآمدگاه 11 آشیانه دوم مو تریدر سفری با فراغت شما به همه ترتیبات توش باید رعایت کنید برادر رعایت شوند این پیشبندک میگن لیکن این بلنگوها که از اینجا میگیریم در بالاتر میگیریم آفرین انا واقعا آشپزی رقم 1 در کجا در سنتودا دو بله ما اگه برای خوردن باید همه وقت تیار باشی که برای خوردن خود در قلم بتونی چی گفتی؟ ما هیچ نفهمیدم هر یک نفر برای آماده کردن خوراک دیگه یک بار شوش شما 6 بار شوشتین برای چی؟ آخه برای چی کامل چمو پرداری کردن 3 بار 4 بار شوشتیم انا کناو یا آماده شدن انا آخرامش گرفتیم بهترین بیا من کمک میکنم علاوه در میگیرن دوستان بهترین اینو بسیار جدا من خمام خای همین رولتون سر کردگی تخبیرون تمام میچره کردگی بسیار اوش گاب بانگ خمون یکم برای کیسم نه دوست مراد گاب تما اوش میکنم اوش یکم برای کیسم که میدونم که چی در کورای اینا می خچری چی در کورای یک بار بگین که چی در کورای اینا سیر پیاز روغن زیره پیاز سبزی برنج
همین میره یا جایی که خودش بخوای نخوای یا شیلای پیلای یا چی میشه دا خویا سر کنی اکای دوستمرو لبای بافکرم کی دار گیری الو خون همه چیره نمبر کده استیم چند برای چیز اساسیش نمیگیم نمک این نمک چیزی بهینی‌های چیزی خوبه ده نمک همه وقت در کاری چیزه در کجا شما کار کردین بیا یک تا نمبر کنین کجا کار کردین کدوم تئاتر همین سالی که یکم سر کنم بله سال دانشجو بودیم در تئاتر لاهوتی خب چند سال طولی بگیم که 3-4 سال بعد بگیم میگن که نشتدنی در شبکه یکم شهرنامه شهرنامه‌ای بگیم ده که در شبکه یکم برنامه داشتیم بعضی جوانی بله چند سال تا 2005 در اونجا بودیم از سال 2002 تا 2005 بعد در تئاتر جوانان در تئاتر جوانان هم کار کردیم بله با در تئاتر اهورون بعد از تئاتر اهورون خدمت ما در وطن رفتیم و گشتیم اومدیم با برای دیپلم شده با در تئاتر لاهوتی با یک 6 ماه دیگه کار کردیم در تئاتر لاهوتی بله با همراهی شیر عبدالقیسف شادروان شیر عبدالقیسف بعد همون دیپلم اخیران ده همون داد شکر خدا در مدت 13 سال صاحب دیپلم شدیم بعد دیپلم هم گرفتیم ای بچه خوبی مونا 13 سال بعد دیپلم گرفتیم برای چی 13 سال خیلی شد از چی حساب از همین حساب که ما راستی گپ همین این یک جوانا حالی خیلی چی میشن کو یک از دو کس سروداشون گوش میگیرن هوا بلند میشن کو زیوزدی بلز میگن چی میگن زیوزدی بلز ما هم همون شب روز ممکن که هم خیلی بدیم هوا بلند شدیم دیگه خوندیم بود کردیم گفته دیگه طرف اینستیتوت نرفتیم با خدمت رفتیم گفتیم یا سال خدمت که خدمت میکنیم رفتیم که بعد فهمیدیم که ما دیپلم نداشتیم بعد اومدیم بعد 6 ماه دیگه خوندیم بعد 2 سال خدمت اومده بعد خونده بعد دیپلم گرفتیم یک سوال بسیار مهم ما میدونیم که شما با بسیار سرانده همکاری دارید از جمله با صدرالدین نجمیدین و صدرالدین نجمیدین به نزدیکی دختر خود رو به شوهر داد و قریب که نصف هنرمندان بودن و شما ویدیوی تبریک کردین نرفتین سبب نرفتنتون در توی صدرالدین نجمیدین در چی که دوست شما بود بله ما به نهایت دوستی نزدیکیم دوست می‌داریم اکر حرمت هم میکنیم راست دیگه بگم ما نوای خونه خدا اومدگی بدم اگه چخل میشوه در خونه مهمان مقصد که چخل بگم هازم وقت و ساعتش نبود هر یک چی آدمایی هستن که خونه خدا میان چه روز چله میشینن روی یگام کس نمیبینن اگه بس صد کنی نکنی با گپ بین خمون با 100 آدم دیگه نصیحتگر میبروی در کمین طرف میبینن انا که تو خونه خدا رفتی اومدی تو توی با توی گشتی با 100 گپ دیگه میگم برای همین خما همیشه ده من کدوم خودم از تاوی دادم نباشه با امروی سعدی اسماعیلوف دیگه بچه‌ها مصلحت کردیم که میریم الکی چی شد اومون خوک شد روغن میریزم بسم الله الرحمن الرحیم روغن چپرش میکنیم گفتیم خود ما کنی چقدر از روغن اینا همش میریزیم بسم الله الرحمن الرحیم انا روغن ریختیم آفرین انا هنری آشپزی دوستمراد هرچند که ما کمک کرده استادم بله همین آش که نشه چیله میشه کو چی گفتی دوستان عزیز ما علومانی دا سازیم انا بهترین بسیاری علومانی را با مقصد میفهمن که علوی دیگ علومانی را علومانی دا سازیم نه خیلی آدم خیلی میکنن کو علو میمونن خیلی نه خیلی میکنن علو میمونن خب روغن من یک چی شوه ها داغ شوه با تصپا بعد گوشت میاندازیم نه اول 2-3 دونه پیاز میپرتویم نه اول گوشت نه 2-3 دونه پیاز میپرتویم کو همین روغن مون شده است یا نشده است ما هم توی بسیار میرم میبینیم اول خیلی روغن میپرتویم کمتر چی وردن کو یا چی وردن کو بگیرم یگام شما نیاد من برم چی بگم همین چیزی اساسی مون نیست در پیش ما وای میکرده گشت خوب برنج نیست توبه قریب آشی به برنج میخوردیم عزیز اینو جمعی قاک دیگه اگر نمی آوردن آشی به برنج میخوردیم اونجا دو مونده خون اومده میجا انا که اول ما یک دو پیازک میپرتم برادرم کوچیکم میشوه خب نه از خنکه یک سخن هستی میگن اگر پوری مثلا خوب باشد بله با یک درزه هزو میتوند که آش کند لیکن ما همین نمیدونم یک لیمچه کنده را در
таҳдиги монде равғанмон гарм нашуда. در شهر نیستیم که بترسیم، در دهاتیم و خیامی تای هر درخت میریم خیزم جمع میکنیم میوریم. بهترین هیزم مشکل نیست؟ نه شما خیلی کم مشکل هم هست همینجا آدمو خیلی با ساعت که نکنیم ده فهمیدیم که شما با حجم نگار مشهور چارلی چپلین تقلید میکنید، درست است؟ چارلی چپلین اگه او تقلید هنری که باید داره باید پدری هنرمندو هست، پدری اکتیورو هست او اگه پدری اکتیورو وقتی که چارلی چپلین چیزش میشود تقلید چارلی چپلین میشه خودش جای سیم گرفته جای سیم میگیره، بله خودش جای سیم گرفته گه وای اگه عمرش به همین صحنه و تئاتر گذشت رفت وای امروز دیگه برنگی ما در سیرک کار میکرد یوری نیکولی هم در سیرک کار میکرد انا بسیار هنرمندو هستن که در سیرک کار میکنن این اوتای ما مسجد اومد چی دوستانی عزیز ما پدری حاجی دوستان شریف رو در نوار دست دادیم. السلام علیکم. السلام علیکم. جان حاجی خوبه شما تینجی سلامتی خوبن کارتون خوبن احوالتون است سلام باشید دستمون کم تا خوب است کاری خوک است اللهم حیات خیلی نازه خوبه سلامتی خوب خواهدی شناخته؟ نه خیلی خوب است بچه یوشم خواهد اینجا بسیار آمده که همه نه این تقوی بچه هایش نمیشنست بچه هایش مقصد بسیار که میان رفیق بسیاره خیلی باید چی نکرد سلامت باشه تقوی برای همین آشی ما نغز اومدن یک دوتی اول حکومم یکم برای آش پخته است کی همین سحر یلما گفته سر میترسیم یلما نکنه پروردگار همیشه وقت نمیخواد خوش باشه وقت چاق باشه دولت من همیشه میخواد تیم باشه و مملکت آباد و زیبا باشه آرزو دارم که همیشه در سر جوانان باشه سلامت باشین ما حتما با تقوا هم صحبت میشویم در سر دسترخوان حالا میگذاریم که با کار خودشون مشغول شوند ما از تعقیب کارمون میشویم بعدتر با شما صحبت میکنیم حتما خب تو جان ما آش کنیم آش بخوریم کوتا کن یک آش کنن کنی یک مصطبه با مزه خریم کنی یک بیو یک تای دیگه بدوزم که چی خلا چی شید نه بچن بز نگفتستن بعد بزاس کنه این کندو چخله سوخته سیان که الان سیستم چخله یو من تونستم دوستان عزیز واقعا ما آشپزی نامی نیستیم ولی هر چیزی که از دستمون اومده است برای شما کرده استودیم بله بله سنگور اگر دوستان رو شما از صحنه سوالتین زود جواب میگه یا که یک صحنه بازی کنید بگیم زود بازی میکنه یک صحنه بازی کنید ریسک سالتو میزنم ریسک سالتو میزنم موزی انا ای آفرین ای انا دوستان عزیز بعد از موندن همین کنده با فکرم که اگه آش با مزه بد میشه یا آش با مزه میشه یا کنده نمیسوزه همین خیلی میمونن بله اگه خیلی گاو دیسم گویا که ما در قشلوق نباش با فکرم که آماده شده انا که گوشت میاندازیم ما یک دقیقه دست ما شما کمک کنیم باشیم لبای بیار دختر جان اینجا برو اتا کنده و علم دادی داده کنده لگی انا این کنده با فکرم که انا این کنده را از این طرف میمونیم انا میام باید شما این با گوشت همه خیلی میمونیم ما کلیزه میکنیم نه همه خیلی سلی باز میبینیم نمک کدگی خوش روه دیگ برو مادر تهدگی همه خیلی بیا مایداش میکنیم یک دقیقه بیا مایداش کورچه کنی کورچه بیا همینجا بیا کورچه رو بشم اول کی یا برو مشوی آب گردون تازگی گرای سلامتی کیش دیازم دوستان عزیز از همه لحظه خب یکتا هم که سونسون میکنیم ها خب بس دوتا ای گوشت تاکا یک جو گرفتی همین دهنی مگزینو فریبتون کده چرا؟ نه 700 گرم روغن داده 30 گرم گوشت نه کندی سینه کندی سینه؟ نغز میبینی چی؟ آشنا زورایده ای آفرین انا که میاندازیم اکا
نه اینجا شما خیلی مخی خیلی کنم کنه خیلی ایوای دادروان میپزه که بیا شما گیرین این شکلی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا اینا گیرین اینا نکن اوبو کافگیر کنی کافگیر بیار بیا کاف همه چی رو کافگیر همین پور اکم یکم کافگیرش هم رو خیلی پور برای انا بخا خود توی رفتم به چی به اپارات گنده اینم خیلی شما پشمانده که باسه ما فکر کردم که نه کافگیر بیارین دارم بدا این کافگیر کنی کافگیر بیار یا بشوش که او تا چیزی گفتم آوردم میگی صبرین جون بیا هم بجای دادات خودت آش کن بیا کافگیرم ولی اون چیزی که فراموش کنیم تو در کار نشد دایات مون نمیزنه ولی میکنیم اکا بیا یک بار بگین که در 2 کیلو برنج چند کیلو سبزی در کره در 2 کیلو چخلی در 2 کیلو برنج چند کیلو سبزی در کره سبزی رو بیشتر با فکر من دادیم 5 کیلو سبزی 2 کیلو برنج 2 کیلو چند کا گوشت 1 کیلو گوشت یک به یک میشه با خود نه 2 به 1 میشه 2 به 1 نه خود چند قد نه خودم یه چینی هم خواردن داشتم خواهی خورد اون آوردگی هستم خیلی در 2 کیلو برنج چند کا آب میاندازم حوز اینترنت همه بینم گفتم نگیرم حوز چرا از اینترنتش هم ببینی عمیق علامه میشه خودم نمیدونی چند کا روغن در کره ولی بفکرم با این روغن بیشتری بدای چی بلو ها خودت بیتم فرض کنم ما گفتم بیا آش میکنم گفتم تو گفتی خیلی کام میفهمم خوش همه شما چیکار دستی آش ایمان گفتم اول پیاز هم اندازیم با فکر خیلی پیازا رو خیلی میگیرن نه وای میسته که وای میسته ولی شما خط تفتین دوستان عزیز من میخوام از فرصت استفاده برده یک سوال بدیم با دوستم رو در آش کدام نمودی برنج آشا نغز میکنن کدام نمودی برنج آشا زب میده با مزه میکنن تو یه خیلی سوال دادی میگفتن که من میگم پوری سخت باشم یا منصور نعمت باشم من اگه میدونم برنج میدونم که برنج این چی برنج چی نام داره برنج کجا است خیلی یا نمود برنج دیدگم روزاگی برنج با مایده ترک بده انا که او میریزیم دوستان عزیز یک لحظه ریختن آب فرو رسید و حالی ما آب رو میریزیم آفرین به من آفرین به من انا حالا او میجوشه برنج میریزیم اینا روی تجربه تویو گفته زمان تویو دا بیسو میرفت بچه روی تجربه تویو توی دا میرفتیم کم کم بعد حافظه رو خطی پاورو اجای میشونن که کمیره اما که دوستان شما علو بلندتر کردن تون شد تمام بیست تست کنی یک خوی پاورو خی نمیشه تست کار میکنه علو میمونه که یعنی حالی اوای نمونه نکوای کندمون شما عینی چه ول بی عینی گروم پست علو بی که با همین ما مهمون اومدیم مهمون کار میفرمونی بگا آفرین تا شما اینا میمونه که کی بفکرم چشمم از سوخته گرفته این پاوری هم قیم بده تحسین که زنکو هم جنیستن تحسین به همین زنکو هم کس کنه میگه میداویم بسر شما قیم بده کو ها پاور کی آفرین همین زنها این قاق بیزه بیاد بعضی وقت همین زنها را بعضی وقت ما جنگ میکنیم کاری خونه را میکنن خوراک میپزن کودک نگاه میکنن بالای قدر کار ما زنها را جنگ میکنیم دیر کردی گفتم با این قاق هم هنر داری تو انا که دوستان عزیز اکه دوستان رو برنج خیلی چی نخوتم میریزیم تمام بعد این نخوت زیره را میاندازیم خب بعد زیره سیر پیاز دوستان عزیز میاندازیم هم خیلی میشن؟ بله تمام تمام پاور منم و برادرم میپازد یک بار همی زیربه که خوش میکنیم گیرین شما نمکش هم میاندازیم دوستان عزیز این نمکای ما شوری بده احتیاط کن اینا که
مقصد نمک فرشی نیست ده تازه ایکا میاریم ایکا نمک اینجا نمک داریم و در این نمک داریم سریوز نشورایده این خیلی شورچه مزه چه ندارم یک سوال اکا با فکر شما همه آشی که ما کردیم چه میویم با درجهش میویم همه خاک کو روغن بریز کو با مزه میشه تو شما میگی روغن ای درخت خاک در روغن ما پزونیم چی میشه بعد میگه همین روغن باشه خاک ترک بخو سر میشه مقصد چی میشه بعد نمیشه با مزه میشه مقصد اگه زورو داریم جبر یک صحنه دوست داشتتون بازی کنیم گفتم که من این مسئله چند قشنگ بازی نکردم لیکن کوشش میکنم نه صحنه‌های مایدایی که در بله برای تماشابینمون اون وقتی ما اسپکتاکل میسپردیم چند بار اومده بود کو تئاتر دا بله خب اومده بودی با سوالم دادی همون جا داد باشه در خاطر هم است آنمو چنوده بعد یک بلاکت دیپلم گرفتیم همه اکتور میبره بیچاره تئاتر دا یکم بار چشماشو پوشیده بازی میکنه رول قوری رو بازی میکنه بعد دوم بارم چشماشو پوشیده هم خیلی بازی میکنه سوم بار زور گیره کرده بازی میکنه دا بعد یک تا مخلص میاد میگه که اکا یک دقیقه همین یک سوال میتونم شما داکا همین دو ما تئاتر میرفتم یا که همین میبینم شما را همین رولای آدمی نوبینو را بازی میکنین نقشه آدمی نوبینو را بازی میکنین یا که گیره میکنین یا که چشمتون پوشیدگی آدمای نوبینو را در تئاتر بروچ در تئاتر بروچ برای خیر برادر سوالم دادی گوش کاکا برای خمای خیلی بازی میکنم که همین صحنه دا میبرم تئاتر میبینم تئاتر خالی را استولای خالی را میبینم یا رول خالی رو بازی میکنم که زور گیره میکنم برای استولای خالی انا که اگه پاکی وقتی که تئاتر بود زور بود وقتی تلویزیون برآمد تئاتر پچاخ کرد رفت تئاتر نابود شد بگم بنستی رفت انا که از اینترنت برآمد تلویزیون بنستی رفت است اینا با خودتون تجربه کنید تلویزیون هم گفته است همونش با تلفن های اگر دروغ گفته باشم در کامنتر بنویس رویش که خودش میبینه برنامه شبنم صبحیده ما بدم منصور نعمت فوقات کرده بود این بزیش نیستن که من راست گپ میگم دیلتون سلاویا یکا آخه بیچاره منصور بیچاره خازوب کشید برنامه شبنم صبحیده زدم برا ای توبه یک کم اکاک او میاندازیم انا بچه‌ها شما تیار شده است یکم با این وقت آب می نقطه‌این دریا تون بگیرین کسانی که رنگی من نکردن یکم بار اینو بینه بچه آدمی در شهر کلانش داگی چشمش سوختن دقیقه چشمای من در سوخته زای خمون یا علاوه کردن تونی سیسته انا که علاوه بلند کردن در کور علاوه بلند میکنه ایره بسم الله الرحمن الرحیم علاوه من مرد علاوه اگه دم میپرتوی من نه زیاد دم اکا خیلی وای کده سگی گویا نمیتونی اوشا نه خیلی گپ زدم انا بچه‌ها آشمون قریب اومد اکا در همین خونه همه یا خطور خودش میکنه خیلی خیلی گپ زدن که اکا گویا که در این خونه اکا یو همین های دو دقیقه کردگی نه کردگی باز ما صبر همین قخشرو میکنه که اوقات تمام دوستان عزیز یک لحظه در انتظار فرا رسیدن آش پخت آش بیار بچه یالام آش پخت نکن میبینیم بچه میبینیم که چه خیلی اومده است آش ای مردک نمیگی جوشه ای بچه تو آهانی ایشه شما گیری کن آی نمیشه پلاتین سیمه کو دست جای دستم سوخت ای انیق میسوزم که دستم سوخت یک دقیقه پلاتین سیمه رو بیار یک دقیقه برادرای عزیز بیاد گرم اومده گرم برای نمیخواد باید پور در گردنش داشته باشه من اینو میبردارم شما اینو گیرین بسم الله الرحمن الرحیم حاضر خب گیره تمام اما که دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم میبینیم که آشمو چه خیلی شما دست بسم الله الرحمن الرحیم چه خیلی آمده باشن
камакак گذراندیم وایش камакак نه که اینا آشی بهترینه اینا بچه‌ها آشا بینیم گاب بانی خون باک باینش خورده میشه جوش نه نه 100% میشه میشه اینا اینا برادرو از هنر کوش که از هنرمندی در کشایی کنی نه خطا در خوندی بندی خطا خوندی هنر آموز که از هنرمندی هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی خیلی هم اینا یک گوشت بکش گپ گوشت بکش سازی رو چون میکنی اینا دوستانی عزیز ها کمی هم گوشتاشو بکن یک دقیقه آنها سغلا بکش بچه سغلا وقت خون اوش کم کم گرد جوست یا کنی نیوه یا جویا کردن ده بس های میشه واکه انا ایره گیری نک یک دقیقه ایره خپی انا برادرو ایسی بیاره که ما همه توجیکش کردیم که اینا بسم الله الرحمن الرحیم نه کنی نه برنامه پیالا چای بود کنی گیرید کنی بسم الله الرحمن الرحیم چخلا اوی یا برخطی اکا نمیفهمم گه بانی خما بیرفتم داری خونه دو بخری اینو خوش خمه وارکو چخلا خوش خمه نه در کن از خوشه بیا کو آنها که تو بخوام میاده بگیرم کو نه باید اول ما خودم چشنم که آش خوردگی خودم خمون آش پختگی خودم خمون نکشه زنچید مردم هم بخره کنی بسم الله الرحمن الرحیم مرده گوره ما هم پوری رو میتونستیم میتونستیم ما هر دومون یک کاری کردیم که زود رفتیم گاوزنی کاوزنی خدا بگیر دوستان عزیز بهترین آش بهترین سالاد بهترین طرز پخت و بهترین آرویش من اصلا میگم با دوست مراد برای تهیه کردن چون یک آش بسیار بولذت حیات تکنیکی تماشابینان این لحظه نفرایی که همه ما رو میبینن همراه اینا همسایه ها مرامت ببینن همه یک جای آش ما تیار شد آش نبی بچه بیا آش میخریم یک جای برنامه را ادامه میتیم با کانال توجکان گروه رفتیم که خنک میشه دوستان عزیز اگر شما میخواهید چنین برنامه‌های جالب ما رو از کانال توجکان گروه تماشا کنید پس حتما با سیلک زیر ویدیو بوده داخل شوید کارت تینکوف بلک رو درخواست کنید حتما با دیزاین میخواستگیتون و در وقتی دلخواهتان کار در سرتاسر فدراسیون رسه به شما رایگان برده رسانیده می شود و این دستگیری شما می شود برای پیشروی ما در بخش دوم هستیم و این لحظه سوال ها رو آماده کردیم که با مهمانی برنامه دوست مراد میدهیم و فکر میکنم که البته دوست مراد نیم شوخی و نیم جدی یا اینکه جدی یا اینکه با هزل‌آمیز و درست با ما پاسخهای خود رو خواهند گفت خب و امید است شما بله وقتی که گروه عربشو یکجا بودن سرجم بودن آخرین صحنه آنها کدام بود انیقترش بعد کدام صحنه شما از همدیگر پاش خوردن راستی گپ صحنه آخرین گروه عربشو برای پاش خوردن خیلی بگید ما هر وقت در اینترنت صحنه چه میکنیم از اون که یکجا بودین همون صحنه آخر را ثبت کردین و سبب شد چیزی که بعد شما از هم دیگر جوش نه خیلی سبب شدگی نیست خیلی سبب شدگی نیست ما کنسرت های آخران ما در کاخ جامی موندگی بودیم کاخ جامی که مقصد وقتا خدا رحمتی منیر اپا بود کو منیر حکیم و همون مقصد وای میمون کنسرت ها مون میمون همون آخران در همون جا دایره دو ماسه بعد همون دیگه هم زنگ گرفت خفای زندگی شد من خدمت رفتم همون تا دیگه گروه عربشو مقصد یعنی صحنه آخرین در خاطرم نیست راست دیگه بعد بعد ایوای با قتی فخرالدین توی میگشتیم با قتی سعدی توی میرفتیم با هر خیلی بود یک جای بدیم و گروه یک جای نبود بله بعد این وقت آخر
بدیم گروه یک جای صحنه‌چه در اینترنت هست که صحنه‌چه یک جای میکردیم مخمون خیال میکنیم که یک جاییم نیکیم ایرا خلق به هم میته که ما یک جای هستیم یا نه؟ یک جای هستیم. سلامت باشید. 5 بلاگری بهترین با فکر شما کی است از بلاگران داخلی؟ حوزی بله. این حال ما یکم بلاگر انیق بلاگر گفتن میتونم برای که یکم تاش مهنت خود چون است ما سختم برسم هم راست دیگه پگم میزنم همش 90% گپای ایرانی رو میدیزن که ما او رو پیشکی اول 3-4 بار تماشا میکنیم حلاوت مونو میبریم بعد یو میبرورن چی نصیحتش کنن چی صحنه چه عجبش کنن یکم چی نه اونست که ایتا دل بخندی ما میتونیم حداقل 5 نفری از دیگر رو بهتر شه ببینیم. خیلی بهتر که مقصد که ای دیدی که در لنت ها بسیار میبروین مقصد ما او رو هنرمند گفتن نمیتونم و یا میتونن که پگاه دگم شون. خب ای روی که لنت ها در بسیار میبروین هوزی مقصد میبینی غالیب شو بسیار میبروید در لنت ها با کی میبروید در لنت های ما عبدالرزیق کی ما مقصد پد پیسات ندارمونه دارمونه که ما در میبروید. خب سیون با سیم کی میبروید در لنت های ما هم توجیکوف خداخیان بله با بارون بسیار میبروید سرود هم میخونه مقصد یکم استوریاش میبروید با کیه 2 نفر دیگه دیگه راستی گپ کی را بگم که میبروید از روزنامه‌نگارانی که برنامه دارن. ای روزنامه‌نگارا که ما این دکتر که پدپسات داریم دکتر هر روز چیز میکنه ما میبینیم دکتر 4 نفر با کی را بسیار میبینم ای حافظو اگر بگی برنامه نمیجانی سیدالم چیز کنه ما نمیجانی سیدالی. خب یعنی 5 نفر شما نمبر کردید که از دیگه رو بهترند و ویدیو اونها رو شما میبینیم ما چیزی که ما میبینیم ممکن که با دیگه آدمو دیگه چیدن و دیگه چی را میبینن. بله خب میگذاریم به سوال دیگر شما چند مرتبه حج کردین و آخرین سفر حجتون هم به نزدیکی بود همراهی والدان البته رفتین نمیشد که بعد از حج آخرینتون شما دیگه عموما ویدیو نمیکردین و صفحه یوتیوبتون رو محکم میکردید یعنی عموما زندگی خود رو تغییر میدادید از به سمت دیگر؟ خب ما شکر خدا دوم برای خونه خدا میرم میام ان شاء الله که بعد امید دارم که با خداوند خودش هست با رفتم میام مقصد دیگه ما رو زندگیمون ما کسب که ما خوندیم اکتور دراما و کینو افسوس میخورم که حالی کینو برای کینو کردن حاضر بگیم که ما تیار نیستیم. بله خودتون میدونید اونچه که ایون است حاجت به بیان نیست. بله مقصد که حاضر بگیم پاپوتی میدیا همین پاپوتی هم تلفنم موقعی که جای بریم بنوار میگیریم یکم صحنه‌چه حجوی یکم بله همه حج وقتی هم ما میتونیم تربیت کردن نسل نورسا سخنهای خوب بگیم گپای خوشرو گپ زنیم کاری کنیم که مقصد نسل نورسا ما تربیت کنیم با جای تاریخی تاجیکستان میریم ما میتونستیم که کسب ما دیگه کنم نه که من عذاب میکشم برای کسب ما دیگه کنم با این کسب ما خوندم در این سوها ما دیپلم دارم برای همین ما چیکار کردم ما ای پشت همین نون که خوردم دویم بار خونه خدا رفتنم ای پشت همین کسبم بود که مرا دعوت کردن گفتن میری اکا جون هم فایده ما هم فایده خودت هم زیارت میکنی هم مقصد جوار خلق نشون میتی مردم میبینن خلق نشون میتی انا بعدان همین کاری ما همین کی است مرا پشت کارم بردن خونه. آخرین سفری که شما داشتید به حج یک حالتی که در اینترنت بسیار نوارو پخش شد گویا که در یک طوفان شدید بود و چند نفر هم دیدیم که در روی حولی مثلا شمال اونو را میبرد و شما چگونه در همون جا بودید همین حادثه را مشاهده کردید؟ ما فهمیدم او چی شما را ما فهمیدم انا راستی گپ اون طوفانی که شما دیدید تو درجه را نیست حاضی اکه یک مونی همه در دست تلفن داره باور میکنه خونه خدا ما جاش اومده گه نخ سیمکا کردم چند آدمی هستن که تلفن رو برآورده بنوار گرفته است همه تلفن دارن اوزی او قدر وهمه که بود او خیلی وهمه نبود این موضوع اینجا نشبه اونجا کافل که داره اونجا شورپونک میشه چرتونک میگن شورپونک میگن هم خیلی میشه اونجا اینا بینه آدمایی که در دو طرفان ایستادگی ان بنوار گرفته استیان بله اونجا همون بند وقتی خیرنگ تونل میشه و شمال که میشه خیلی شمال هم جای ما هر روز میشه بگیم یه هفته پس میشه خیلی شمال او دا بیزب میشه تو اون حد که نشون دادن خیلی نبود او خیلی نبود ما در بگیم که به قول درجه گفتم به قول اورسو ما درک نیافته بله درک نیافته ما همین شما خوندیم رفتیم اوجین کردیم بروندیم کم کم نمای گفتیم بچه بارون باریده باشه رفتیم خفتن خوندیم اومدیم همین اومدیم بعد انا یک اینترنت رو در اومدن گرفت پگاه روز شد که هی قیمت با یک بنوار گرفتم اونجا همه چی که این خیلی سرخ موندن جای ماشین گذار من میشوه همه پلاسماسی او همه رو باید
به دستم تلک میره شمال هم شما میره و سبک کن کسانی که دیدگان میدونن بله اون خیلی چیزی بود نبود و تندرو که چراغه که او موندن خیلی یک نمود چی برآمده که نگاه که آدمای خیلی استادگان پشتشون خیلی ظریف میشه یا که ابر میبرویا یا که تندرو رد و برق میشه او تندرو که چراغ میگیم و همش اینترنت قطعیانو بله طریق برنامه‌ها با برنامه‌ها قطعی بعد هم شماخیرایی که هوز هستن تلفن‌ها در دستشون او در نام ویو صدقه زوری بدنده تمامی کارا میتونن کردن سلامت باشین بهترین بیت یک کم شوخی میکنیم و بعد میگذاریم باز به قسمتی سوال‌ها صحنه فاطمه دوزنده رو بازی کنید صحنه فاطمه دوزنده وقتی که او را شوش میگیره میگه تلفن همون لحظه شب بازی کنید که هم خودتون گپ میزنید و هم خودتون میزنید دو نقشه که لابای ها مایم فاطمه دوزنده ام نه میبخشید ولی من شوهر کن نیستم نه کیا خاطر کی گپ زدی ما اینجا تلفنم نمیدونم کی باشه خیلی سکرت نی زنگ زده نمیدونم ما اینجا کیا اینجا گفتم تلفنم من اخی نمیدونم نزن اخی نمیدونم الو کی تو زنی ما زنگ زدی انا جان خلاص سلامت یک زمان شده که همه کار مشاهده کردن در کارای دیدن در کارای همه کار دیدن میتوانی زمان شده و این صحنه‌ای که ما بازی میکنیم هم درون خلق ما میگیریم ما در نقل میکنن که فلانچه فلان کار کرد یا دیگهش نقل کرده که اکا خونه یک زنه که شودار درآمدیان پشتش قپیدنی درآمدیان و میگن که زنی فلانچه را کلینی فلانچه را قپیدن و باز یک زنه که شواردار رو قپیدن در حقیقت درآمدن قپیدنی پاگز خش دیوانه گرفته هم درودا دیوانه گفته آچسه گفته میگه او زنه که گفتنی که گفته من نمیدونم موز درآمد آچسه که است خش پاگز دیوانه گرفته همه کار حال شیده است برادرای عزیز یعنی همه از زندگی هستن این صحنه بله و ما بنوار میگیریم سیمکا میکنیم در کامنتر مینویسن که اتخذ دادم تری او من نیستم خیلی ما شکر خدا الحمدلله ما میدونیم که ما کیم کی نیستیم ما رو خداوند هم خیلی هست کرده که برای یک خیلت فهموندن ما همین کارا میکنیم که هم خیلی کارا شده است احتیاط باشین احتیاط نیمی حیات همین کارایی که ما میکنیم البته هم درون خلق گرفته با پیشکش خلق میکنیم اون ما نیستیم که ما یک هنرمند ما یک لاییم لای وقتی لای کشیدی خینجه میگن چی میگن بعد رزین پلاستلین و پدر ما میگیرن ما را رژیسورا مقصد که میگیرن فیلچه میسازن اوشترچه میسازن مارچه میسازن هر کار میکنن ما یک هنرمندیم هر رول رو بازی میکنیم با ما همون نیستیم کوخی ما یک آدمی عادی رنگ شما آدمیم لیکن رول ما بازی میکنیم هم خیلی شما فکر نکنید که ما هم خیلی بله سلامت باشید سلامت باشید پدر و مادرتون صحنه شما رو تماشا میکنن مثلا بود بگم صحنه که پدر و مادر ایراد گرفتن و یا که هستن خیلی لحظه که بگن شما دوست مراد بس کنید دیگه کار نکنید شما نه راست گپ ما خیلی که بگم این سال 2001 این نمیجا این زمینای باباگی ما این امجد مالوانی کردم میگشتم میرم تریتوریو دا ایدایرو اون طرف مقصد که وقتی که رفتیم تو به حال دیگه ما فقط شکر خدا پیش پدر و مادر نزد حق همسایه‌ها سر و گردنمون بلنده همه وقت مییم ما فخر میکنن که ما هم خیلی همسیف داریم هم خیلی برادر داریم هم خیلی دوست داریم البته که پدر و مادرمون فخر میکنن که چونی فرزند داریم ما کاری میکنیم کاری بد نمیکنیم ما فقط همه کاری ما میگه زیر هر یک کاسه نیم کاسه خوشرو اهمیت بدین هر یک کاری ما برای تعلیم و تربیت یگان فکری بد نکنیم برادرو هر یک کاری ما میکنیم یک گپ 366 پهلو داره شما پهلوی خوب ش بیاین بختون قبول کنید جای بچه بگیرین و دلیل کنین براو خب یک سوالم وابسته به همین است 3 عمل و 3 شخصی که ما از اونها باید دوری جوییم از 3 عمل شروع کنیم بعد میگذاریم به 3 شخص از اونها ما باید دوری جوییم نکنیم اون کارا 3 عملی که شما باید دوری بجویید همین آدمی که بسیار دروغ میگه یکم دروغگویی همین دروغ میگه بدون که وای ایو دوری جستن در کار خب دروغ دویم آدمی که چه خیلی بفهمونم که دویم آدمی که همون آدمایی هستن که ما را هم هنرمند ما را بدیدی پست میبینن و ما را مسخره میکنن من خیلی آدما خودم میگیرم چی مینه همین آدمی که ما را مسخره کرد کسب ما را ساده دید یا که یه بلاگر گفت ما خیلی آدما خودم میگیرم برای که من میدونم که من همه آدم بالام او را خودش عقلش نمیگیره مینه نیمه همه که من خیلی آدمو میگیرم خیلی با دیگران ممکن دیگه خیلی باشن بله سیوم چه خیلی آدم دور بگیریم
иминой мардак ворим ам як гапа мегум ая кас ма дур мегирезм айни ҳол аз ки айнан бобои қанд барои барои чӣ ки вайра ма ҳамчун бобо гуфтам як одам шавад 3-4 барномааш кардам ба фикри ма ки вай намешавад марда ки гап намешава ӯ одами солим и кора намекунад дигар марде ки гапа гуфтаниам набудам лекин ин қадар дастгирии ма вайра кардам ҷон ма хӯрдам маамро дастгирӣ кардам нашид шумо гуфтед ки дигар видео накунад ма гуфтам не карданӣ барои як бохта нишон бите як ҳам чени худат таълим бите як каса чени худат таълим бите ки вобаста ба сини сол насиҳат ки як раз дар дилат дорӣ ҳамин кора меги ма бобои булагирам чени худат гап зан дар кор неста як ба навси иззати навси як кас дигар аст як каси дигар як кори бале хуб мегузарем ба се амал амали хуб амале ки мо ба ӯ даст назанем бояд ҳамин адаб биомӯз аз беадабон меган ҳар коре ки беадабо кард мо бояд даст накунем албатта шумора надорад ба фикри шумо салом бошед лаҳзаи талхтарини зиндагии шумо лаҳзаи талхтарини зиндагии ма ҳамон вақте буд ки ин гапа ки ма бахшида чизере ки бахшида бояд нагӯӣ некем гуфти лаҳзаи талхтарини ма ҳамон буд ки ма тӯли 4-5 сол меҳнат кардам дар тарафи гипразем хона кардам хонама бе ҳичам ки дастам гирифтан лаҳзаи талхтарини ма ҳамое ки буд ки мара 3-4 сол ақиб зад дар касбу корум ки гирифт хонара хаяк қиссааш дуроза ҳамин рафиқои худам бу мо ҳар мега ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам бар ман ҳар чӣ кард ошно кард рафиқои худам ошнои худам ки бигем $30,000 به هیچ سوختیم رفت. در یک جا فهمیدیم که گلدانه اویله‌دار شده است و همین گونه آوازه هم بود که گویا که شما شوهر پنهانی او باشید. کی گلدانه؟ نه وای رفیق ما دوست ما گلدانه. گلدانه علیارزاده را میگی؟ نه وای آشنا ما راستیگه یگام وقت یگام چی دل نیتی بدم نداشتیم. همچون هنرمند وای ما احترام میکنم. وام با فکرم همچنین یک دو بار وقتی که صحنه بازی میکردیم زنگ میزدم گپ من نمیگفت میومد خطیم صحنه بازی میکرد با این در عمر رسوند ان شاءالله که در آینده من نقشه ها دارم که صحنه‌های خوب و تربیوی بگیرم کینو فیلم‌های تربیوی بگیرم خطی همراه گلدانه من کار میکنم و دختر خوبه آخرین سوال برای شما پیشنهاد میشود و من میخوام اندیشه شما رو بفهمم برای چی گروه‌های حجم‌نگاری از همدیگر پشت خوردن مثلا لحظه‌های گورو عرب شو غریب شو هم قسماً هنرمنداش یعنی با هم نیستن خب باز کدوم مثلا اوچه بیکا و زیکا میبینیم که اینا فعال نیستن دیگه شکرخند برای چی اینا از هم دیگر جدا شدن اینجا رول اساسی سبب اساسیش پله وقتی که تلویزیون پل نمیداد هممون سرجم در تلویزیون بودیم برای چی که ما رو تلویزیون پیشکش تماشابینو میکرد ما رو میدیدند و ما کار کردیم ما برای مخلصمونه حاضر ما همین کار میکنیم یوتیوب مورد پل میتونه هیچ نکیم کار میکنیم که اجازه خمون نشون میتیم و بهاری همین بلچکای خودمون بهاری بلچکای خودمون جای تاریخی رو نشون میتیم یک وابسته با سن سالمون سن سال می اجازه درست که ما دیگه که دنگ دیوانگی کردن نمیشه ما یک کم چیل داشتیم ما که با واز راست میگم با واز راست خمون وابسته با سن سال کوه میبریم جای تاریخی رو پیشکش میکنیم هم خودمون نشون میتیم هم جای تاریخی را مخلصامون نشون میدیم که ببینن با فکر خودتون بعد از چند سال شما این کاراتون عموما بس میکنید اگه ایرا من معلوم چیزی که در دل هست در دل که ایرا صنعتکارا فقط میفهمن او چیزی هست در درون آدم جوشیده میسته او با خون اومده یا با خون میروه یا در دوری گور ممکن که باید بره یا خیلی آدمایی هستن که در همین زنده بدنشون هم همون مرغ که هم علاوه هست همون میبره با فکر شما خودتون یا کارگردان ها هنر شما رو تو این زمان از زمان قلبتون صدقا برآورده توانید ما فکر میکنم که ما تا حال همین سالی که بازی کردم خیال میکنم که تا حاضر همون چیزی که بود هم دردانه بود هم دردانه رو خلق نشون دادن نتونستم یگام رژیسور ما رو ندید یگام کس ندید خیلی نمیدونم بله تقدیرمون همین بوده یا کی بله سلامت باشین خب این بود چند سوالی که ما مدت کردیم براشون پیشنهاد کردیم من باور دارم که جواب‌های درست گفتین و تماشابینای ما نیز شنیدن خب دوستان عزیز این بخش دومی ما بود و یادداشت می‌شویم که برنامه در مهمونی با دستگیری شما آوردم و با سرپرستی تینکوف بانک و اگر شما می‌خواهید چون این برنامه‌های جالب ما رو زود از همین کانال تماشا کنید پس حتما با سلک زیر ویدیو بوده داخل شوید کارت تینکوف بلک رو با دیزاین می‌خواستگاتون و در وقت دلخواهتون درخواست کنید البته در فرصتی کوتاه‌ترین با شما در سرتاسر شهرهای فدراسیون رایگان برده رسانیده می‌شود. تینکوف زندگی آسوده شما.
تینکوف بلک. دوستان عزیز این شرط سوم برنامه در مهمانی است و این دوست رو شما در دست من دیده استودید و فکر کردم که پای بردید. اگر شما چون با خلاصه اومده باشید که ولی ما علف درو میکنیم میبینید که یگون شاخ میزنیم، نه، ما همین شرط رو واقعا هم در خاطر داشتیم اما شرط رو عوض کردیم. ببین طرف نواربردارم خوش میگیم شما هم این طرف گردید. انی زمان با ساعت نگاه میکنیم دوستان عزیز، ساعت 17:51 است. یعنی هوا عمالی میدونید که سرد است. 17:51 ما با خلاصه اومدیم که در نزد دریا هستیم، شاید آبازی کنن و با شرط ما راضی شدن و این نظر در شرط سوم عمل آبازی رو دوستان انجام میدهند در همین هوای سرد و فکر میکنم که اکنون نمیدونم چگونه پشت سر میشود. این دوست در جایش میمانیم. اینک دوستان عزیز دوست مراد شریف با تخلص دان ژوان با سوی آب حرکت میکند. 1 2 3 اینک دوستان عزیز میبینیم که دوست مراد شریفوف با یک حسیات از آب بیرون شده است و مرحمت شما حسیات خود را میگفتید چگونه حسیات است؟ حسیات من زورا بهتره. کم خونه در میان قدر ورزشگران رقابت کردن دشوار نبود؟ نه من میدونستم که آرام باشه میبرم. و سلامت باشین دوستان عزیز. در همین جا برنامه ما به انجام رسید و این برنامه نوبتی در مهمانی بود. من فکر میکنم که واقعا برای شما جالب و پسندیده بود و دوستان عزیز اگر میخواید چنین برنامه جالب ما رو ببینید پس حتما با کانال تاجگان گروپ باشید، با ما ابونه شوید. تا برنامه نوبتی در مهمانی خیر. خدا نگهبان.